میری دورانی ما، امام علی رحمانی ما. جمع آوریدی از جهان، تخمی پرشی تاجی کن. جمع آوریدی از جهان، تخمی پرشی تاجی کن. شد زنده از نو جانی ما، امام علی رحمانی ما. اسماعیلی سامانی ما، امام علی شد زنده از نو جانی ما، امام علی رحمانی ما. اسماعیلی سامانی ما، امام علی رحمانی ما.
روزی قوم را. قبلا درود به خداوند جبار، بعداً به عهد تو. اینک آن روز فرا رسید که هم معلمان، هم پدر و مادر و هم خوانندگان آن را انتظار بودند. 4 ماه پیش این طفلکانی که در پس میز مکتب نخستین بار نشستند و قلم را به دست گرفتند، الکی صاحب خط و سوار شدند و این خود یک معجزه است. امروز ما شاهدی آن میشویم و این معجزه ختم الفبا نام دارد. و به این مناسبت شمایان را به این درگاه مقدس، به این مکان علم و عرفان خیر مقدم میگویم و اکنون میخواهم بینم کنی شاگردان من به این مناسبت چی گفتنی دارند. مرحبا ای دوستان، جشنی الفبا پیشکش، مهری گرم و شعر و بزمی دوست رویان پیشکش. السلام ای مهمانان مرحبا، ای پدر ای مادری جان مرحبا، ای بیبی ای مهربان خوش آمده، همشو آبا ای بردان مرحبا. السلام ای دوستانی بهتر از جان، السلام آموزگار و والدانی مهربان. شد منور از کدومی دوستان کاشانه ام، خانه فانوس از تو مهمان شب من پروانه ام. آداب و روزگار، ما امروز عید داریم، عید سعید داریم، الفبا را ختم کرده از دانش کلید داریم. و دوستم جواد با والدانی شد، از ما سلام بود، از ما پیام بود. از حرف و از نویسه دونشون سیری دیپلم شده خوانا در ختم الفبا. دلنازه جواب چیستانی مرا آیا یافته میتوانی؟ 4 حرف با صفا از آن آسایش دنیا. بلند آرامی بلند صبح آرامی آسایشتگی برابری برادری. آی جان کنی درباره استون یک شعر. او بهارست بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. سول بود شرشره جو آب، سولی هست روشنی پر از آب و تاب. سول چراغی رهی آینده است، سوز اقبال نماینده است. سول شکرخند لبی کودکان، سول هماهنگ دیدی مادران. سول میباید به دنیا مردمانی بهروبر، میبرد آن را چو مشعل دائما بالای سر. سول میباید به دنیا در همه سیاره ها، سول این بخت و امید است، خنده ای صبحی سفید است. نور بر دل نور بر سر، روی دنیا را نوید است. بشین تو با دلنازه
صد شکر خداوند که در وطن ما صلح پایدار است. مدینه، شما کلمه وطن را چه معنی دارید؟ مدینه، وطن این کلمه برای ما از همه عزیز است. بله، وطن برای ما از همه عزیز است. خدا بخش وطن ما چی نام دارد؟ تاجیکستان. وطن ما تاجیکستان است. وطن ما تاجیکستان نام دارد. درست است. بچه‌ها، شما برای وطن عزیزمون چی تیار کرده اید؟ آیا شما شعر میدونید درباره وطن؟ حفظ خاکی وطن، حفظ